آخه این مردم جامعه ما پشت خدا حرف میزنن، یعنی از خدا طلبگارن، هستن تو جامعه ما الان با خدا یه جورایی مشکل دارن، پشت سر پیغمبرها حرف زدن تو عصر خودشون. دیگه طبیعیه که هر ولی هر دوست خدایی یه سری دشمنا مخالفین حالا داره، پس ول کن زندگی تو بکن، مهم نیست. این پرونده‌ای که اینا برای ما می‌نویسن خدا با اینا عزت و ذلت رو نمیده. یوسف تا زمانی که عزیز مصر شد چقدر حرف بود پشتش، برادراش، نزدیکانش، بهتریناش، صد تا به چاه هم انداخته بودنش، پشت سر حرف هم میزدن، تهمت هم میزدن، افترا هم میبستن که میخواستن عزتشو بگیرن. اما یوسف ته داستان چی در اومد؟ اینایی که تو این مسیر 40 سال بدگویی میکردن چی در اومد؟ اینا رو ول کن. این پرونده ای که مردم مینویسن خدا با اینا فیصله نمیکنه. بذار بگم